جورج فورمن، قهرمان سابق سنگین وزن جهان بوکس، در بخش خاطرات خود گفت: من در جوانی تمام مسابقات بوکس خود را یکی پی دیگر با ناکاوت برنده می شدم. ضربه های بوکس من خیلی سنگین بود. غرور من انقدر بلند رفت که خود را در زمین نمی دیدم. حتی جو فریزر قهرمان را شکست دادم. همه می گفتند با شکست جو فریزر ناممکن را ممکن ساختم. ولی خیلی نامدار و پولدار هم شدم. وقتی با محمد علی کلی روبرو شدم، اطمینان کامل داشتم که او را مانند دیگران به زمین میفرستم. اما بعد از روند 8 مسابقه با یک ضربه به زمین خوردم. باورم نمیشد. تمام دنیایم شکست. شبها بیدار میماندم و به آن شکست فکر میکردم. اما همان شکست مرا به یک انسان با عاطفه و بی‌غرور تبدیل کرد. تصویر دقیق شکست خود را با علی قاب کردم و آن را در محل کارم گذاشتم تا دیگر غرور نه بلکه عاجزی، سنجش و مهربانی را شامل زندگی خود سازم. به تنهایی ساعتها به آن عکس نگاه می‌کردم تا خود را پیدا کنم. به آن امید مرکز سپورت جورج فورمن را برای جوانان محل از پول شخصی درست کردم تا کمکی به مردم محل نمایم. من غربت را دیده بودم و طعم غرور را هم چشیدم. اما غرور مرا از خودم، از مردم و حتی از خانواده‌ام دور کرد. غرور را کنار انداختم تا دوباره جورج فورمن خوش قلب را یافتم. ولی گاهی شکست انسان را دوباره می‌سازد. از شکست باید آموخت و ناامید نشد. بعد از یک توقف طولانی دوباره به رنگ بوکس آمدم و قهرمان شدم. اما این بار غروری در کار نبود.